ساکن 28 ساله نویه رودکی با گمان قتل بیرحمانه همسر جوانش بازداشت شده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتیا، مرد 28 ساله ساکن نویه رودکی با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. نامبرده 4 دکمبر سال 2021 تخمین ساعت 11:00 دقیقه در هشتم آشیانه بنای ساختمانش ناتمام واقع در کوچه عینی پایتخت همسرش زن 22 ساله ساکن نویه فیض‌آباد را به سبب مناقشه عائلوی با بند بوغی کرده به هلاکت رسانیده، بعدا در تگ قوم پنهان نموده از جای حادثه غیب زده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به این مرد اکنون برای آدمکشی تا 15 سال زندان تهدید میکند. در یک ماه آخر این علاقه هشتمین مورد قتل خویشاوندان نزدیک در تاجیکستان است. در 4 حالت شفران و اساساً با روی بوغی کردن دست به کشتار همسران خود زده. در یک مورد دیگر زن برعکس شفرش را با 4 ضرب تبر کشته است. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه ورزا با عریضه مرد 45 ساله ساکن امین نویه مراجعت نموده است که 11 دکمبر سال 2020 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 2 عدد گوشوار طلایی و 1 عدد کامپیوتر را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 11250 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتیا، جوان 24 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین مرد 28 ساله ساکن نویه بخش با عریضه به شعبه وزارت کارهای داخلی نویه مذکور مراجعت نموده است که 2 دکمبر سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از آخرخانه منزل استقامتیش 5 سر چارهای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 7500 سامانی را تشکیل می‌دهد. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه بخش با عریضه مرد 36 ساله ساکن امین نویه مراجعت نموده است که 20 نوامبر سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از اشتراگاه دیه‌شان 7 سر چارهای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 9000 سامانی را تشکیل می‌دهد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه بخش با عریضه مرد 28 ساله ساکن امین نویه مراجعت نموده است که اولهای ماه نوامبر سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از اشتراگاه دیه‌شان 5 سر چارهای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 8000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتیا، جوان 21 ساله و مرد 33 ساله ساکن نویه ذکر گردیده با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 4 دکمبر تخمین ساعت 20:00 دقیقه راننده اتومبیل تمغه لکسوس میرزایف میرزا قربانویچ سال تولدش 1960 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت نویه مومن‌آباد به سمت شهر دوشنبه در حدود نویه دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر سیف‌الله و معظم عبیدالله‌اونا سال تولدش 1963 ساکن نویه ذکر گردیده را پخش نموده است. در نتیجه سیف‌الله و جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین صبح 4 دکمبر تخمین ساعت 9:10 دقیقه راننده اتومبیل تمغه تویوتا یاریس عمر و خیرنسا سال تولدش 1973 ساکن شهر باختر هنگام حرکت از طرف شهر باختر به سمت شهر دوشنبه در حدود نویه خراسان پیادهگر نظرف گلمرود براتویچ سال تولدش 1960 ساکن نویه کوشانیان را پخش نموده است. در نتیجه نظرف جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها راههای خطرناک به شمار می روند. در عموم هر سال بر اثر صدمه ها در راههای جمهوری صدها نفر هلاک یا مجروح می شوند. در سال 2020 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر معیوب شدند.